مشکل اینه که نوع خستگیت با نوع استراحتت همخون نیست. اگر ذهنت خسته باشه و فقط بری دراز بکشی، مغزت همچنان فعال میمونه. بهش میگن رست میسمچ، یعنی اشتباه استراحت کردن. مثلا همه روزه نگرانی داشتی، فکر کردی، خدا کردی، شب که میری روی تخت دراز میکشی، هنوز مغزت با سرعت بالا اونجا داره کار انجام میده و همونجا بیشتر خسته میشی. اگه خستگیت ذهنیه، تنها راهش خاموش کردن ورودی هاست، نه دراز کشیدن. این که بدونی چی خستت کرده اولین قدم برای ریکاوریه. اگر دوست داری بدونی خستگیت از کدوم نوع، ویدیو بعدی رو ببین.